نسیم جون خوبی؟ ببخشید دیگه نشد من امروز پیشت باشم، با شوگر ددیم بیرون بودم. آره شوفر؟ بابا شوفر شده؟ شوفر نیست، شوگر ددی. یعنی چی؟ یعنی اینکه دوست پسر سمبالا؟ روی از من سمبالا فسیلتر از من؟ الو سلام خوبی؟ ببین من امشب خونه دوست پسرم خب؟ بیشرف. الو سلام نگین آجی خوبی؟ من الان پیش دوست پسرمم. بعد که سلام خلوت شد گفته بودی الان من ببین نمیتونم زیاد صحبت کنم. خب نمیدونم حالا اون پسرا که میگی چی جوری هن. حالا قرار بذار فردا بریم ببینیمشون. نمیدونم اگه میتونی خودت بیا دنبالم. بپرنه من الان خونه دوست پسرم. من نمیتونم خیلی واضح صحبت کنم، خجالت میکشم، سختمه. رفتم خونه برای تعریف میکنم. چیه؟ چیه؟ دوست پسر یکی تو بگیره. سلام لیلا خوبی؟ لیلا دوست پسری که واسه من ردیف کردی فردا ساعت چند بریم؟ کی؟ دوست پسر. دوست پسر. خب بابا خب چالش ندا یاسی. عزیزم حالا من فردا مبینا رو بپیچونم. منم فردا با 2 تا پسر جیگر قرار دارم علیرضا رو پیچوندم. میخوام برم بیرون باشم. غلط میکنی یعنی چی؟ آره مامان چی کار داری؟ تو کار نداشته باش مامان. یعنی چی؟ آره فردا آره آزاده. حالا بهت زنگ میزنم آزاده. زنگ میزنم به میزم خوبی؟ والا هیچی، من پیش دوست پسرم. آره عزیزم دوست پسرم اینجاست. امشب اومدیم خونش. آره بابا مامانم اجازه داد. باشه عشقم، ولی من آخر هفته میخوام با دوست پسرم برم بیرون، نمیتونم با تو بیام دمو شما. فردا میخوام با سن برم بیرون. اول یه سر میرم زین رو میبینم، بعد اگه که اوکی نبود و اینا میخوام برم در مغازه سن. وای تو واقعا کس بس کنی. وقتی میگم امروز عکسایی که با هم گرفتیم بیرون رو هم میفرستی؟ انگار نگردی نگی. آره پشمون باشه شدی دست در نکنم، منتظرم تو واتساپ برم بفرست. من نتونستم جواب تو بدم، پی ام داده بودی چیز. آره فردا میخوام برم خونه امیرینا. آره مرسی. ببین من فردا با علی میام سمت فیلم دور باشه. آره نه حالا فعلا نمیتونم با الو سلام خوبی؟ عکسی اون شب تو باقی گرفتیم با اون پسره. من گفتم میخوام استوری کنم. حالا واسه میفرستی؟ من گوشی رو من امروز بیرون با دوست پسرم بودم. خدا شکر داری میره راحت شده. من میخوره تو این خونه. این تو هم میدونی؟ تو قرآن مامانم نفهمه. آره بارش قرار دارم فردا. تو قرآن غلطی کردی؟ آرش خیلی کیه پدر؟ فردا احتمالا با دوست پسرم بریم بیرون. میای؟
بس دیگه کارمون از سلام کردن و دوست دارن چوسی گذشته قرنطینه دیوونمون کرده. من میام آب رفته از اون زیر نگاه میکنی زیر اون سینیه مامه ندارم دیگه چسو. من تغییر دکوراسیون دادم بذارید از اون ور بهتون نشون بدم. هلو ولی پشمامو نزدم ولی این واقعا یه پیشرفت خیلی وسیع و بزرگی هستش در سطح ندایاسی که اصلا کلا از این بگذره. الهی قربونت برم تنها گذاشتمش. ولی اومدم یه کاری بکنم. اینقدر گرسنم میتونید بزنید اومدم چی کار کنم؟ سموذی درست کنم. به به منگو با دراگن فروت. خدایا باورم نمیشه اصلا باورم نمیشه. نگاه کنین این همه رو ریختم. خب میوه های یخزده هستش این همه ریختم. بعد اومدم شیر بریزم. خب بعد نگو این شیر فاسد شده. میبینین تیکه تیکه شده فاسد شده. الان تمام این میوه های یخزده هم حروم شد. ناراحتم خیلی ناراحتم به خاطر اینکه من چندین شیر دارم. شیر ممه که ندارم. ممه که اصلا ندارم من که بخواد شیر داشته باشه. اینو دارم. خیلی ناراحتم. خیلی میریختم و همش هدر رفت. اینم دارم و اون مادر سگو دارم. او مای گاد. حالا بیا برو اونو بشور. بیا اینو بشور. باز کنم. اصلا نگاه نکردم. فکر نمی‌کردم فاسد باشه چون اینو از خیلی وقت داشتم. ناراحتم به خاطر تمام این میوه هایی که باید بریزم. من اینا رو دوست دارم. چرا نمیفهمی؟ اعتماد نداشته باشین. به هیچی اعتماد نداشته باشین. نه فکر کنم این خوبه. به نظر میرسه که خوب باشه. بیا بشور برام. بیا بشورش حداقل. فاکین شit. اینو باید بهتون نشون بدم یا ازتون قایم کنم و توی کامera نشون ندم. مخفیانه انجام بدم. منتها اومدم توی دستشویی ریختم. خداییشا کجا پس بریزم؟ او مای گاد. من اینو شستم با چیز شستم با مایع ظرفشویی شستم به خاطر اینکه شیره فاسد بود. دوباره باید بریزم داره تمام میشه. همین تازه بازش کردم ولی عجب بویی داره. اوف چقدر پدر سوخته است. خیلی بوش خوبه مزهش خوبه و رنگش هم ندا پسنده. متشکرم. الان بهتون نشون میدم. یامی چقدر خوشگله. خب ما اومدیم سر میزمون. یکم شما رو اینجا بذارم من بتونم سموزیمو انجوی کنم یعنی لذت ببرم. میخواستم اینو بهتون بگم که خیلی یاتون منو توی استوریاتون تگ کرده بودین بابت اینکه گفتم سر الماس همیشه دعواست. خیلی یاتون بزنم به تخته منو تگ کرده بودین توی استوریاتون. من نمیشد همه رو ببینم ولی همشونو یعنی نمیشد همه رو توی استوریم بذارم ولی همشون رو دیدم. خب بعد تا اونجایی که تونستم اومدم پستاتون رو لایک کردم ولی اینستاگرام بلاک میکنه. اتفاق خیلی جالبی که افتاده این هست که خیلیاتون اسکرین شات از بیوی پیجتون برای من گرفتین که توی بیوی پیجتون این جمله رو نوشتین سر الماس همیشه دعواست و اگه
دارین میتونین توی بیوی پیجتون بنویسین و یه اسکرین شات بگیرین، منو تگ کنین تا من ببینم و خوباشو توی استوریام بذارم. یا اینکه خیلیاتون، یا اینکه میتونید داب اسمش درست کنین، ندا پسنداشو حتما میذارم توی استوری هر دو پیجم. و یا اینکه میتونین به طرز خلاقانه‌ای مثلا فقط متنشو بنویسین، نیاز نیست مثلا داب اسمش بگیرین ویدیو از خودتون بگیرین، متنشو بنویسین. سر الماس همیشه دعوا. و اگه خلاقانه بود، ندا پسند بود و متفاوت بود، حتما میذارم توی استوریم. اگه نذاشتم توی استوریم حتما سینش میکنم که بهتون بگم متوجه شدم. بفرمایید اسموزی ندا پسند. خب عروس خانم خوشگل صورتی آماده شد. یه نه قرمز هم براش گذاشتیم و این تخمه هایی میبینین که مثلا حالت مشکی داره، این به خاطر دراگن فروته. اگر که نمیدونید من چطوری اینو درست کردم و میخواین بدونید که به چه صورتی درستش کردم که ندا پسنده و یا سیاه پسنده و دیوانه کننده و ویرانه کننده است، هایلایتشو گذاشتم توی پیجم، یعنی استوری گذاشتم و هایلایتش کردم از قبل. بیاین توی پیجم پروفایلم و میتونین ببینین. تست تایم. من تمام کردم، منتها توی دایرکت رفتم دیدم یاسیایی که خارج از کشور هستن، مخصوصا اونایی که آمریکا و کانادا هستن، حالا کشور اروپایی رو نمیدونم، ازم پرسیدن کجا میخری و این اسموزی تو در واقع از کجا میخری، چون آماده میخرم من دیگه و فقط قاطی میکنم با هم دیگه. اینا هستش، اینا میوه های یخ زده آماده هست، اوردی کات شده هستن، شسته رفته، خاتون کتایی براتون آمادهش کردن، شما میرین میخرین و فقط توی بلند قاطی میکنی با چیزایی که دوست دارین. این نمونهش هست، این مدلیش هست، چون مدلای خیلی زیادی داره. یه مدلی هست که توش دراگن فروت داره، این مدله و من اینو اینقدر دوست دارم و بهتون نشون وای نمیتونم حرف بزنم، میدم توی استوریام که رفتم 3 تا خریدم، یکی هر سری 2 تا میخرم، 2 تا اینو جدید گرفتم. اینم مثل این که هست، منتها اون گوشه ها تم خیلی جوش زده، یه جوش گنده اینجا زده، یه جوش گنده تازه هم اینجا زده. علتش رو نمیدونم، پریود نیستم، شاید حامله باشم، شاید هورمونای حاملگی باشه. و غذا هم خوب میخورم، میدونی اصلا آتشقال اینا نمیخورم و نمیدونم چیه، میدونی این کارهای اسقر پدر سوخته، این ریشاش تحریش میذاره، میاد کار خاک برسری میکنه، پوستم نازک، پوست پرنسسی نازکه، به تحریش نازکه. الماسو دست هر کسی نمیده. چطوری خانم، خوبی؟ جونم. آره من الان پیش جوادم، حالا بهت زنگ میزنم. جواد کیه؟ چالشه چالشه. چطوری مهتاب، خوبی؟ آره فردا با دوست پسر زهرا قرار دارم.
بکیرم. چطوری مشکان؟ آره نه من خونه دوست پسرمم نمیتونم حرف بزنم. نه هانیه خوبی؟ میخواستم بگم فردا با اون پسر میخوام برم بیرون، اگه میایید هم یه بریم. حالا برم. کدوم پسره؟ برم. با چالش نمیاسیه هیچی نیستش. امروز شماره از اون پسری گرفتم، قرار گذاشتم بریم کافی شو. Canım yaxşısan. Mersi. Yox Fatih bu gün gələnmərəm. Fəqət müntəzirəm dadaşım gəlsin. Oğlan dostum gələcəkdi bizə. وایسه تو جواب بدم دیگه. من از دیشب با یکی از دوستان اومدم بیرون، دخترم هستش، فرداتشم ایشالله فردا حتما میام پیشت میبینم دورت بگردم. آجی خوبی؟ آجی من الان پیش دوست پسرم رفتم خونه بهت زنگ میزنم. چه گوه خوردن ها؟ غلط کردی تو پر رو. مامان چالش ندایاسیه. ناز جون حالا باید هماهنگ میکنم شب اوکی کن با رضا اینا بریم بیرون. فدات شم. با کی بری بیرون؟ با الناز. الناز الان این چیزیه نبا؟ منم شنیدم رضا گفته. رضا کیه؟ خوبی؟ کی همون پسری که دیشب باش تو مهمونی بوده میگی؟ آره دیگه محمد دلمو زده. دلم یه کیس جدید میخواد. وای چالش زنگ ند. زهره چه خبر؟ چی کار میکنی؟ نرفتی با دوست پسرت بیرون؟ رفتی با دوستشم؟ اگه اومد منو زنگ بزن. دوستش واسه من جور کن منم بیام. سوالتون خوشبخت شدی. سلام علی چطوری خوبی؟ میگم فردا خب بیا با دوست دخترم ساعت 6 بریم بیرون، همون جای همیشگی بیا، یادت نره باشه؟ خوبی؟ میگم من الان خونه دوست پسرمم، بعد چیزم بعدن به پی ام میدم. آره دیگه بابا همین چیزو میگم، امیر رو میگم. آره حالا بعد اومدم بعد میکنم، الان نمیتونم حرف بزنم. چیا میگی؟ هیچی داشتم وایس میدادم. به سرت میرین تو این چونی من. سلام خوبی و فلان. بعد کاشف عمل من مامان علی راستکردار بود، بهم میگه بلند شو بیا خونمون پنجشنبه و فلان. من موندم چیکار کنم اصلا؟ من چیکار کنم؟ من برو دیگه. برم چیکار کنم؟ مامان رفیقمه. اشکال نداره. من چه آدم بیشوری هستم با مامان تو هم برم مشکل نداره. چالش نده یاسی بود. خوبی؟ آره میخوام با محمد برم بیرون. میخوام با محمد برم بیرون. خب چیه مگه؟ شو در میارم این کارها چیه؟ ننت گذاشته رفته بیرون تو رو باشه پرین من بعد همینجا تو خونه بتمدی بری از بیرون بخواد بری بیرون بندازی جل میدن جل میدن از سوخته خجالت نمیکشه گفت میخوره اون محمد بری تو بیرون فهمیدی؟ نه به من فعلا هنوز خونه دوست پسرم. دیشب که اومدم هنوز موندم، بعد رفتم خونه برات میفرستم جزوار. همجور بمون. چطوری خوبی؟ ببین من الان با دوست پسرم اومدم بیرون. خب الان از ماشین پیاده شد که من جواب وایس تو رو دادم. چه گوخوریا میکنه اینا؟ چه گوخوری؟ تو یه هفته رنگ آفتاب و نگی پلاس اینجا رنگ دستشویی به زور بخوره. بس کنه به درد نخوره پیزوری سگ نگات میکنه. سوار ماشین شدی ماشینی فرغوندار تو رو نگاه نمیکنه. نه من خونه نیستم. کجام؟ من الان با دوست دخترم بیرونم.
داداش خوبی؟ نه من فردا نمیتونم بیام باهاتون بیرون، من با دوست دخترم قرار دارم. آره با ندا با چیز قرار دارم، با دوست دختر. سلام ستایش، خوبی؟ ستایش میگم حالا که تو برلت گفتی بیاد، پس منم برلم میگم بیاد که با هم بریم. جان چه حرفایی رلم؟ خوب یعنی چه؟ خب مامان عادیه. مامان چالش بود. خب مامان من آخه این کارا میکنه تو اطاعت من نداری. الو سلام عزیزم. چطوری رجا؟ کیه؟ دوست دخترم. تو دوست دختر داشتی به من نگفتی؟ دیگه چیکار؟ برو گم شو. دوستت بگم فردا پای خونه مهدینا. اجازه ده. بچه‌ها ما هم میخوایم بریم با بچه‌ها منو فرناز بریم تولد پارتیه. نه چیه؟ از اون غلطا. هانیه چطوری؟ خوبی؟ میگم و من خونه دوست پسرم فردا به پی ام میدم. تو گوه میخوری پدر. چطوری؟ خوبیه؟ امروز رفتم خرید کنم، بعد یه دونه پسره بود ازم خوشش اومد، نرفت دنبالم رو افتاد، شمارش رو قبول کرد. حالا اگه شد فردا بریم بیرون. تو روز بابات نیومده آدم شدی. چالش به بابات میفرد. خونه امیلینا من دیگه پیچوندم و اینا، شب خونهشون موندم. حالا بعداً بهت پی ام میدم که بهم چی گفت و اینا. خیلی خوب بود. چیه؟ خونه کی رفتی؟ امین. چه گوی خوردی؟ چه گوی خوردم؟ من فردا شب با آرش پارتی دعوتم، تو هم میای؟ بعد میریم خونهشون. مامان جون چی میگی تو؟ پارتی میخوام برم دیگه با آرش. مامان جون این چی میگه؟ مامان. الو سلام مهدی جون، خوبی؟ سلامتی؟ میای بریم بیرون؟ به بهونه خونه رزماینا میام. خیلی بیشوری. این چه حرفیه که تو میزنی؟ ها؟ الان به بابا میگم تو دیگه آب از سرت گذشته، اصلا الان به بابا میگم عوضی. چالش ندایاسی بود. یه دقیقه کمش کن، میخوام با دوستم حرف بزنم. الو سلام، چطوری؟ چیکار میکنی؟ نه فرشاد که خب ما خیلی وقت دیگه با هم نیستیم. بینمون شکراب بود دیگه خیلی وقت با هم نیستیم. آره حالا فردا میام با هم بریم مهمونی. باشه چالشونه دایستی. سلام خوبی؟ میگم من میخوام با دوست پسرم برم مسافرت، بعد نیستم یه چند روزی، 2-3 روزی، بعد میخوام بریم، حالت نمیدونم معلوم نیست، میخوام برم شمال، جنوب، مشرق، مغرب، معلوم نیست. حالا بهت خبرم میدم دیگه هر چیزی شد، ولی میخوام برم مسافرت با دوست پسرم، یعنی نیستم، کلا نیستم دیگه. گفتم تنها با سلام، من پیش دوست دخترمم با آبجیش. آره اومدنی مشقو بهت میگم. آره من الان خونم، خب فردا میرم پیش دوست پسرم، پس من الان خونه زیدم نشستم، چی میگی؟ دوستم خب من الان پیش دوست پسرم، من بغلشم، چجوری پاشم بیام پیش تو؟ بدبختی. پارسا اینجاه، نمیتونم. نه دیگه ببین به پسر بگو حالا یه روز دیگه میام دیگه. حالا چی بگی؟ والا رفته تو این چالوس مالی فردا شب درست میکنم. این پسره که اون روز باشون آشنا شدیم دعوت کن بیان خونه ما. آره
پسر؟ ها؟ پسر؟ چی؟ پسر چی؟ چی کار داری تو؟ پسر چی؟ چی کار داری تو؟ پسر چی؟ دارم چالش ندایاسیه بیشو. عوضی. سلام. ممنون. چه خبر؟ کجایی؟ هیچی بابا، دوم اومدیم روما. در اینجا هم قرار با دوست پسرم برم بیرون. آره. شمه میخوام واسه دوست پسرم تولد بگیرم تو کافه. خب ها؟ دوست پسر ندارم. شوخی کرد چالشه. من با دوستام اومدم شمال. چند روز اینجاییم. آره. چی؟ اومدیم شما غلط کردید اومدید شما بیجا کردید. آره چه خبرها قربونت. من امشب خونه رلمینا دعوتم، فردا هم وقت گرفتیم میخوایم با هم دیگه تتو بزنیم. آره با مامان امینا هم میدونم امشب خونه‌شون هم دیگه میخوام پیشش بخوابم. چی میگی؟ چالش نتایاسی. سلام رها، خوبی؟ من الان پیش دوست پسرمم. چی شد راستی اون شوگر دادی که قرار بود واسم جور کنی؟ چالش ندایاسیه. چطوری؟ مرجان من خونه دوست پسرمم، شبم میمونم، نمیتونم باهات صحبت کنم. آره چی؟ چیه؟ نمیتونم بیام، شب میمونم پیشش. آرش کجایی؟ آره الان مامانم داره میره. چی شده؟ هیچی. کی بود؟ دوستم. یعنی چی دوستم؟ قد شد. خب دوباره بگیرش بده. من نمیرم. بگو کی بود؟ خدا امروز من رفته بودم پیش زیدم نتونستم بیام. فردا ساعت 11 اینا حاضر میشم، بهش بگو میرم پیش دوست پسرم. تو دوست پسر داری؟ آره. منو ببری؟ کجا؟ فردا بیا برم از ببین از اینجا در بیام یه سمت من پیش دوست پسرم. خب بعدا با هماهنگ میکنم. نه میام. آره میام. هیچی امروز میخوام یه سر برم پیش دوست دخترم. آره خب دیگه چی؟ میگم من الان پیش دوست پسرم، منم نمیتونم حرف بزنم. حالا رفتم خونه برنامه رو برات میفرستم. تو دلت به باشم جلس بدم تا بفهمی دوست پسر یعنی چی؟ چالش ندایاسی بود. الو سلام ندا جون، چطوری یاسی؟ حالت خوبه؟ آره نه بذار دوست دخترم بره بیرون بعدم بیا. آره میخواد بره بیرون بعد یواش بهت میگم بیا تو. آره مرسی. چیه سیاه سوخته نگاه میکنی؟ من ندا یاسی رو بیشتر از تو دوست دارم. آره گریه کن. آره بیا برو بیرون. ازتون یه خواهشی دارم، یه التماسی دارم و یه لطفی هست که شما باید در حق من انجام بدین. ببینید هر سری من میام تعریف میکنم، یه چیز رو معرفی میکنم، خوردنی باشه چیز باشه هر چیزی باشه excuse me من دیگه نمیتونم گیرش بیارم. یعنی من میمونم. میدونی چی بهتون میگم؟ مثلا اینو ازتون خواهش میکنم که میدونم که به من این اعتماد دارین، میدونم که سلیقه من سلیقه شما هست و یاسی ها پسند هستین. میدونین چی میگم؟ منتها انگار میرین غارت میکنید از تمام فروشگاه ها که دیگه خود منم گیرم نمیاد. بذارید یه مثال براتون بزنم.
الان میان صبر کن. اینو یادتونه؟ این بستنی گردویی بود. همیشه هم میومدم ازش همیشه که نه یه 2-3 باری اومدم توی استوریا گفتم که این ندا پسنده و باید حتما یه بار مزهش کنین. 2 ماه من نمیتونستم اینو پیدا کنم برای خودم. من 2 ماه از این محروم بودم چون از تمام فروشگاه های والمارت ازش میگیرم. اینا که خارج از کشورن میدونن. تموم شده بود. 2 ماه تمومش کردین. همه نوع دیگهش هستا. قبل از این که بیا معرفیش کنم بودا. تا اومدم معرفیش کنم 2 ماه قارت میشه. میره اصلا. مرسی که اینقدر به من اعتماد دارین. مرسی که هر چی که ندا پسنده یا سیاه پسندم هست. من تا خودم یعنی نمیدونم میرین تمومش میکنین تا ماها دیگه خودم گیرم نمیاد. الان ترسم میگیره که اینو تموم کنین. جدی دارم و مطمئنم که تموم میشه و با مدرکم میام بهتون نشون میدم که تا 2-3 ماه دیگه من از این محروم میمونم. یه دونه بخرین. درسته من 3 تا برای خودم خریدم. شما یه اتفاق برای بار اول نیافتاده و برای بار اولم اتفاق نخواهد افتاد و همچنان هرچی میام معرفی میکنم از غذا، از لوازم آرایش، از هر چیزی که معرفی میکنم از کوچیک به بزرگ معرفی میکنم سریع تموم و تا ماها از فروشگاه ها شسته رفته و غارت میشه توسط یاسی ها. فکر کنی الان یاسی های فقط خارج از کشور هستن. اگه من چیزی معرفی کنم که تو ایران باشه و واقعا غالبا ندا پسند باشه دیگه فقط یه سالی منقرض میشه. من برم اینا رو بذارم بعد میام. الان میام دوباره. حالا بدخواها و حسودا و قلب سیاها بعضیشون میگن خب حتما خوبه که تموم میشه، چرا میخوای امتیاز و کردیت رو برای خودت بردارون؟ مراز خب چرا وقتی قبل از این که من در موردش صحبت کنم اینقدر تو فروشگاه ها بود تا من اومدم معرفیش کنم تموم شد خوب شد؟ چرا قبلا خوب نیست بعد از این که من معرفیش میکنم یهویی خوب میشه؟ چه راضیه این؟ ماراس؟ الماس دست هر کسی نمیدم. سر الماس همیشه دعواست. سر الماس همیشه دعواست. باید یه یاستی ندا چیزی رو تو نشون بدم. وای من مشکل دارم. من میدونم من اعتیاد دارم به مرطوب کننده. به مرطوب کننده هرچی، مرطوب کننده صورت، به مرطوب کننده دست، به مرطوب کننده لب اعتیاد دارم. ببین مثلا یه فرد عادی اینو بگیره شاید دقیقا قشنگ برای 1 سال تموم، یعنی تموم هم نمیشه براش. من اینو خیلی بخوام خودم رو نگه دارم 2 هفته. بعد یه داستان جالب من براتون تعریف کنم. یه بار آقا داستانشو براتون تعریف کنم. یه باری خب من اومدم یه چند تا بطری مویسترایزر یعنی مرطوب کننده دست رو همش خالی بود اومدم بهتون نشون دادم. همش هم از یه برند بود. بهتون نشون دادم، بهتون گفتم که ببینی اینقدر فکر کنم 3-4 تا از این بطری‌ها من خالی کرده بودم. نه اینها، نه این برند، یه برند دیگه بود. خالی کرده بودم و هی خالی میکنم هی میرم تموم میکنم، هی خالی میکنم هی میرم تموم میکنم. بهترین برند بودش برای مرطوب کننده دست. آقا چشت روز بعد نبینه. من اینو معرفی کردم، بعدش که بطری رو تموم کردم خواستم دوباره برم بخرم، نبود. الان چندین ماه نیست اصلا. اون فقط مرطوب کنندش از اون نوع و از اون رنگی که ندا پسند هست نیست. بقیه همه چیزش موجوده و یک عالمه هم هست. الان دیگه واقعا میترسم بیام یه چیزی رو معرفی کنم، از طرف دیگه میگم که اوکی مثلا من میام پولامو خرج میکنم. خب بذار اینجا. میام پولامو خرج میکنم، یه چیزی رو خوب هستش استفادهش کردم، میام به شما هم میگم که شما هم در واقع بریم پولتون رو بابت یه محصول خوب بدین. خب
و بدونید اصلا سلیقه من چطوری هستش، حالا توی لوازم آرایش، توی خوردن، تو هر چیزی که باشه. ولی اصلا که اینقدر میره غارت میکنیم و اینقدر اصلا احتمالاً کمپانیا چیز میمونن، سورپرایز میشن که چطوری یهویی فروششون این همه بالا رفته و دقیقاً از همون رنگ، از همون طعم، از همون مدل. چرا بقیه مدل‌ها فروشش بالا نرفته؟ خلاص ترس هم برمیداره دیگه. هی میگم که بیام بگم یا نگم. اگه بیام بگم باید چند تا برای خودم ذخیره کنم که وقتی باید چند تا رو برای خودم ذخیره کنم نگه دارم که وقتی تا ماها تموم بشه شما غارتش کردین برای خودم داشته باشم دیگه. خودم صاحب اصلی تمام این غارت ها، شروع شدن این غارت ها، بی نصیب نمونه. متشکرم. میدونم زیاد حرف زدم. خداحافظ.